ماکسیموم و مینیمومی که به دست آوردم به طبع اگر یکی از اینها تغییر کنه، فرض کنید مثلا این حالا بشه 10 روی اینا داره تاثیر میذاره. بیشترین معدل شد 16.75، کمترین هم شد 10. پس وقتی رنج میدیم باید در واقع آدرس سلول رو دادم، مقدار بهش ندادم. اگر توی سلولم مقدارش تغییر کرده روی تمام فانکشن هایی که از اون سلول ها استفاده شده تاثیر میذاره. گزینه بعدی که در مورد کانت نامبر بود میخواستم توضیح بدم، گفتم بعدم میگم. کانت نامبر شمارش سلول هایی هستش که توش عدد هستش. فرض کنید من این 4 تا سلول رو کانت نامبر میگیرم، میزنه جواب بر من 2 تا. چرا؟ چون 2 تا سلول هستش که توش عدد هستش. پس یه دونه کانت من اینجا اضافه میکنم، باز من اینو مرج میکنم. حالا خواستین میتونید بگین که اینو فرمت پینتر کن بنداز تو این، و اینجا هم باز من مرج میکنم. باز خواستین میتونید بگین که فرمت پینتر اینو بگیر اعمالش کن روی این. خب اینجا من فقط کانت میزنم. توی این قسمت میخوام کانتمو به دست بیارم، میام از اینجا کانتمو میگیرم. اگر من این 4 تا رو بگیرم میزنه 2. خب من اینو دوباره دیلیت میکنم، پاک میکنم، میگم بیا تمام سلول هامو بگیر و اونایی که توشون مقدار وجود داره رو به من بگو. پس میام رنجشو کانتمو میزنم، اول توی سلولی که قرار جواب باشه توی این سلول قرار میگیرم، کانتمو میزنم. حالا میام بهش رنج میدم، میگم بیا همه اینا رو به من بگو چند تا سلول هستش که توش عدد هستش. 54 تا سلول دارم که توش عدد داره. در مورد کانت هم توضیح دادیم. حالا گزینه‌های خیلی بیشتر در مورد مور فانکشن ها، یعنی بیشتر فانکشن های بیشتر رو میخوایم توضیح بدیم. در مورد این قسمت اگر من این گزینه رو بزنم یه همچین کادری باز میشه، اینسرت فانکشن، که در مورد این اینسرت فانکشن باید توضیح مفصلی خدمتتون ارائه بدیم. در همین حد که فعلا اور سلکت کاتگوری تو این کادر باید چی رو انتخاب کنیم و چه موضوعاتی داریم داشته باشیم، بعد یه توضیحاتی در مورد این قسمت بدیم، بعد استفاده و کاربردش رو توی مراحل بعدی خدمتتون ارائه بدیم.